دادگاه اولی تاجیکستان رئیس سابق دادگاه شهر خوجند حامدجان محمدزاده را با گناه گرفتن رشوه به 2 سال زندان محکوم کرده است. این در حالی است که بند مذکور کودکس جنایی یعنی 319 قسم 3 از 5 تا 10 سال حبس را پیش بینی می کند. سبب به مهلت کمتر از تقاضای قانون زندانی شدن سودیه سابق روشن نیست. بنا به اطلاع منبع این خبر رادیوی آزادی مرافعه به اعلان پیشکی روز جمعه 11 نوامبر برگزار شده، حلنامه تنها روز 16 نوامبر دسترسی این نشریه شده است. حامدجان محمدزاده که سال 2021 رئیس سود شهر خوجند بود، ماه اپریل سال جاری دستگیر شد، ولی مقامات تنها بعد 3 ماه خبر بازداشت او را تصدیق کردند. تنها در ماه ایول رئیس دادگاه اولی تاجیکستان شیر محمد شایان در نشست خبری گفت محمدزاده و زیردستش رستم محمد سیدزاده به گرفتن $2,500 پاره گمانبر دانسته شدند. نصرالدین نظامزاده یک مسئول آژانسی ضد کروپسیا روز 18 ایول گفت آنها توسط میانرو برای حل پرونده‌ای که در بررسی رستم محمد سیدزاده بود $4,000 امریکایی گرفتند و دستگیر شدند. در محاکمه روز 11 نوامبر در دادگاه اولی تاجیکستان رستم محمد سیدزاده نیز 2 سال از آزادی محروم گشته است. تا این دم نظر پیوندان و یا وکیلان مدافع آنها دسترس نیست. قبلا گزارش شده بود که رئیس دادگاه شهر خوجند حامدجان محمدزاده روز 22 اپریل سال 2022 در جریان یک عملیات ویژه هنگام گرفتن پاره با دلیل شیعی به دست افتاده است. از بس که مقامات در این باره شرحی ندادند و محمدزاده و سودیه زیردستش رستم سید محمدزاده به جای کار نمی اومدند، این گمانهای را به وجود آورده بود. یک منبع گفته بود که محمدزاده هنگام عملیات پول رشوه را به دست کس دیگر قپانده خودش توانست فرار کند، ولی بعدا معلوم شد که او هم به دست افتاده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 3 ماه سال 2022 با امضای فرمان رقم 388 بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند، محمدزاده حامدجان باباجان را از وظیفه رئیس سود شهر خوجند ولایت سوخت، محمد سیدزاده رستم از وظیفه سودیه سود شهر خوجند و رحیمزاده رحمدین از وظیفه سودیه سود نویه سینای شهر دوشنبه آزاد کرده بود. تعیین و برکناری دادرس‌ها در تاجیکستان با فرمان پرزیدنت عملی می شود. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار می کنند. نظام دادگاهی در تاجیکستان یکی از عرصه‌های اعظم فساد زده در این کشور نام برده می شود. در 10 سال آخر تقریبا 30 سودجه با جرم فساد بازداشت و به زندان محکوم شدند.